زن عزیز مصر چون دنبال شهوت افتاد، دنبال لذت حرام افتاد، زلیخا بود، عزیز بود، اما چقدر ذلیل شد. اما یوسف ترک شهوت کرد، ترک حرام کرد، به خاطر خدا یه زندانی بود اما عزیز مصر شد. شهوت عزیزا رو ذلیل میکنه و ترک شهوت اونی که به ظاهر ذلیل عزیزش میکنه. پیام این داستانه. لقد کان فی قصصهم عبره. تو این داستان ها این علم اعتبار، عبرت گرفتن از سعید من وعظ به غیره. ببین زلیخا با اتباع شهوتش به کجا رسید. زن عزیز مصر بود، آخر عاقبتش چی شد؟ یکی با ترک شهوت، به ظاهر یه بچه‌ای بود که سر بازار فروخته بودنش، برده بود، اما با ترک شهوت